خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت و خسته نباشید. بچه ها یه لیست واسهتون آوردم بمب، یعنی بیدقتی رو کامل 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 توی تمام زمینه ها و توی همه قسمت ها میبنده و پرونده این بدبختی رو میبندیم با هم دیگه تا بدونیم در واقع چجوری باید در برابر این بیدقتی یا دفاع کنیم از خودمون و حرفه‌ای باشیم. خب دقت داشته باشین، احتمالا این در واقع لیست بی‌دقتی ها 3 تا پارت میشه به احتمال زیاد، چون باید توضیح بدم، برای هر کدومش مثال بزنم و دونه دونه بگم که حواستون بهش خیلی جمع و جور باشه. من سعی میکنم که فیلم ها بیشتر از 6 7 دقیقه نشه، دوست ندارم زیاد وقتتون گرفته شه برای دیدن یه فیلمی و حالا در واقع میتونیم به صورت کامل این رو جداگونه قسمت قسمت کنیم و اوکیش کنیم. خب بریم. ببینید بچه ها، اول بی‌دقتی چجوری به وجود میاد. یه مسئله بزرگی که وجود داره و متاسفانه خیلی ما رو ناراحت میکنه، بحث بی‌دقتی توی همه ترازو و همه رتبه هست. یعنی متاسفانه یه مسئله که مبتلا بهه و خیلی ها در واقع با این دارن دست و پنجه نرم میکنن توی همه رنجی. یعنی ما دانش آموز تاپ هم داشتیم که متاسفانه مشکل داشته با بی‌دقتی و در واقع کارشو خراب کرده. حالا ببینید در کل بی‌دقتی‌ها چند تا مدل هستن و چجوری باید کاراشو انجام بدیم. خب ببینید، اولین مسئله که توی بی‌دقتی در واقع موضوعات مختلف ما خیلی گرفتارشیم و متاسفانه بچه‌ها خیلی هم داخلش به مشکل برمیخورن، بی‌دقتی در خواندن سواله. خب یعنی چی؟ یعنی آقا تو عجله داری، میخوای تون تون سریع بدوی بری سوال رو بخونی که برسی به جواب و بری سراغ سوال بعد. اولین نکته که وجود داره این که با عجله هیچ چیزی درست نمیشه و دلیل 95% بی‌دقتی‌ها هم عجول بودن شماست. حالا جلوتر راجبش صحبت میکنیم. بی‌دقتی در خواندن سوال چند تا مشکل خیلی بزرگ داره بچه‌ها. مشکل اولی که داره و خیلی میتونه خراب کنه کارو، اینه که همیشه از قدیم هم میگفتن نصف جواب تو خود سواله. یعنی شما اگر سوال خوب بخونی، درست بخونی و درست بفهمیش، فوق العاده حرفه‌ای میتونی داخلش نتیجه بگیری. حالا یعنی چی؟ ببینید بچه‌ها، ما اگر میخوایم در واقع جوابگوی خوبی به سوالهای کنکور و سوالهای آزمون مختلف باشیم، باید خیلی دقیق هم بخونیم. یعنی شما یه دونه است رو نیست بخونی، یه دونه نیست رو است بخونی، کلا دیدت اشتباهه. یعنی مثل این میمونه که توی جاده اشتباه داری رانندگی میکنه، خب طبیعتا به مقصد و مسیر اشتباه هم میرسی. خب این نکته خیلی مهمیه. ما توی بی‌دقتی در خواندن سوال چند تا مشکل داریم. اول اینکه اهمیت و ارزش سوال برای بچه‌ها واضح نیست متاسفانه. یعنی مثلا خیلی راحت برمیگرده میگه خب چه اشکالی داره، سوالو سریع میخونم و میرم جلو، در صورتی که بعضی وقتا مخصوصا توی درسی مثل شیمی تو قسمت مسائل و یه درسی مثل فیزیک تو قسمت مسائل دوباره، یا مثلا زیست شناسی زمانی که داره توی در واقع چی توضیح میده، داره داخل صورت سوالی سری مسائل رو توضیح میده، خیلی خیلی مهمه که تو دقیق خونده باشی، خیلی مهمه که تو بلد باشی. ببینید نگاه، مثال دارم میگم. الان توی همین فیزیک مثلا وقتی شروع میکنی به خوندن مطالب، هی ذره ذره باید اطلاعات استخراج کنی. یعنی معلمای فیزیک از جمله اساتید خودمون همینو در واقع میگن دیگه، میگن که صورت سوال رو بخون و اطلاعات سوال رو اول بنویس، بعدش شروع کن به حل کردن. که آقا نمیدونم مثلا جاذبه زمین رو اینقدر داده، نمیدونم جرم اون جسم رو اینقدر داده، نمیدونم استکاک رو اینقدر داده. خب این مسائل خیلی مهمه و شما اهمیت خواندن سوال رو نباید از دست بدی. فوق العاده این موضوع مهمه و فوق العاده تاثیرگذاره. پس این نکته اول. نکته دومی که راجع به خواندن سوال وجود داره و بی نهایت مهمه، اینه که شما تحت هیچ شرایطی نباید به خودت اجازه بدی که بدون فهمیدن صورت سوال بری سراغ گزینه ها. یعنی چی؟ یعنی آقا بعضی وقتا مثلا من دیدم، یعنی تجربه من اینو داره میگه، دانش آموز داره در واقع درس رو میخونه و زحمتشو میکشه، میاد سر جلسه آزمون. وقتی اومد سر جلسه آزمون شروع میکنه به خوندن سوال، صورت سوال رو میخونه، درست نمیفهمه صورت سوال چی گفته، میپره داخل گزینه ها و اینجوری هم خودش رو توجیه میکنه، میگه حالا اشکال نداره برم تو گزینه ها نگاه کنم، شاید متوجه شدن سوال داره چی میگه. مطمئن باش توی گزینه ها به هیچ وجه من الوجوه هیچ چی نمیفهمید. پس این هم یکی از مشکلاتی هست که نباید در واقع چی بکنیم، نباید خیلی
خودمون رو گرفتار بکنیم. اما یه مسئله دیگه هست، این بی‌دقتی در خوندن سوال بعضی وقتا از اون طرف تبدیل میشه به وسواس توی خوندن سوال، یعنی 10 بار دیگه میخوای صورت سوال رو بخونی که اینم خیلی در واقع مضره و میتونه خطرناک باشه. به خاطر همین ما باید دقیق با ذهن آماده، ذهن باز شروع کنیم سوال رو بررسی کنیم و کارش رو اوکی کنیم. پس این نکته هم خیلی خیلی حائز اهمیته و با حواستون به موضوع هم باشه. اما این نکته دیگه راجع به خوندن سوال وجود داره، اینه که بچه‌ها ببینید تعبیر خودتون رو ارجح نکنید به تعبیر کتاب. یعنی چی؟ چه دارم میگم الان؟ چرا عربی داری حرف میزنی؟ حرف من اینه، نگاه کنید، ترجیح خودتون، یعنی اون چیزی که خودتون داری تفسیر میکنه. خصوصا تو زیست شناسی این مشکل خیلی پیش میاد، تو زیست، تو فلسفه منطق، تو جامعه شناسی، توی حتی یه سری از سوالاتی که مربوط به هندسه هست. متاسفانه تفسیر خود دانش آموز یه چیز دیگه است، صورت سوال داره یه چیز دیگه میگه. خیلی باید دقت کنی، یعنی باید خیلی دقیق و حرفه‌ای حواست باشه که بی دقتی تو خوندن صورت سوال به وجود نیاد. چون اگر در واقع تفسیر خودتو بیای بذاری جای تفسیر سوال، گزینا رو اصلا اشتباه میری جلو دیگه، اصلا غلط، کامل سوالو غلط حل میکنی. پس تفسیر نکنین بچه‌ها، یاد بگیرین که همون چیزی که مثلا تو زیست شناسی چی میگه طبق متن کتاب درسی فلان عضوی که در فلان قسمت بدن قرار داره، چه مثلا فلان عضوی که مثلا زیر قلب نمیدونم در قسمت چپ بدن وجود داره. خب شما دیگه نمیخوای پیش خودت تعبیر کنی که فلان چی و فلان چی و فلان چی و فلان چی هم منظورش هست. اون چیزی که کتاب ازت خواسته توجه هستی. بعضی وقتا مثلا میگه فلان هورمونی که تو فلان جا ترشح میشه، این یه بار اسمش تو کتاب اومده، یه بار هم گفته مثلا برای فلان جا ترشح میشه، همین تموم شد رفت. یعنی پیش خودت نشین دلیل بیار. چون متاسفانه تو زیست شناسی ما خیلی مسئله رو میبینیم، متاسفانه یک سری از این دبیرای آنلاین هم که افتضاحن و درس میدن این مسائل رو خیلی پیچیده‌اش میکنن و خیلی قلم به سلمبش میکنن و خیلی دیگه در واقع همه چیز رو به همه چیز ربط میدن و خراب میکنن کارو. به خاطر ما باید حواسمون باشه که بی‌دقتی توی خوندن صورت در واقع مسئله برامون حائز اهمیت باشه و بتونیم یه نتیجه خیلی عالی و درجه یکی ازش بگیریم. اما همونجور که بهتون گفتم ان شاء الله پارت به پارت، حالا من می‌خواستم حداقل 2-3 مورد رو اینجا صحبت کنم، یه مورد بیشتر نتونستم صحبت کنم، پارت به پارت بی‌دقتی‌ها رو براتون میذارم تا ان شاء الله کارو انجام بدیم و بریم جلو به امید خدا. موفق باشید.